از جنگ تنگ تا مرادی در سال 1309 و تبعید قوانین بویر احمدی و محمد تا سال 1313 نقشه ترور رضاشاه توسط سرتیپخان بویر احمدی، بالو رفتن و سپس اعدام قوانین ایل بویر احمد و محمد واقعیت داستان برای همیشه مبهم ماند. دقایقی قبل از ملاقات سرتیپخان بویر احمدی، شکرالله خان بویر احمدی و امام قلی خان محمد با گزارش افراد ناشناس و تفتیش قوانین مشخص شد در لباس سرتیپخان اسلحه کرد شاهکش مخفی شده است. به رضاشاه گزارش دادن سرتیپخان قصد جان شما را داشت. واقعیت دقیق این موضوع با لو رفتن نقشه و اعدام قوانین برای همیشه یک راز ماند. اما احتمال می‌رود نقشه کودتای بزرگی در پیش بوده که جرقه آن با کشتن رضاشاه توسط سرتیپخان انجام می‌گرفت. احتمال دیگری داده می‌شود که نقشه قوانین قدرتمند همجوار ایل بویر احمد جهت از میان برداشتن قوانین توسعه طلب بویر احمدی پایه‌ریزی شده باشد. در پایان قوانین ایل بویر احمد و محمد که متحد همیشگی بودند در تهران بعد از لو رفتن نقشه ترور به دستور رضاشاه اعدام شدند.